بسم الله الرحمن الرحیم. سوره الضحى مکیه. سوره ضحى و سوره انشراح دو سوره هست که شخصیت با ارزش و با عظمت رسول الله صلی الله علیه و سلم و مسئولیت ها و وظایف رسول الله صلی الله علیه و سلم تعیین میکنه. الله متعال رسول الله صلی الله علیه و سلم بسیار دوست داشت، به همراه رسول الله صلی الله علیه و سلم محبت میکرد. حبیب الله بود، محمد حبیب الله که حبیب الله هست، مثل که ابراهیم خلیل الله بود. الله متعال حبیب خدا برای ما و شما معرفی میکنه، شخصیت زیر معرفی میکنه، مقام و منزلت زیر برای ما معرفی میکنه که رسول الله صلی الله علیه و سلم شخصیت بسیار عالی هست. چند روز سر رسول الله صلی الله علیه و سلم وحی نمی آمد، دشمنای اسلام الفاظ زشتی بر رسول الله صلی الله علیه و سلم میگفتن، العیاذ بالله که ایره خالقش ترک کرده یا ایره فراموش کرده یا سرزی غضبناک شده. الله متعال شخصیت پیغمبر خدا بیان کرد، اونا را ذلیل ساخت و مقام پیغمبر بسیار بلند معرفی کرد. دو قسم یاد کرد الله، گفت والضحى، قسم است به روشنی روز، واللیل، و قسم است به شب، اذا سجى، وقتی که ای بپوشد یا اقبل یا بیاید یا اظلم یا تاریک بسازه. ما ودعک ربک و ما قلا. دو چیز دیگر میگه. الله دو قسم یاد کرد تا شخصیت رسول الله صلی الله علیه و سلم معرفی بکنه و میگه که دو کار الله نکرده. ما ودعک، تو را ترک نکرده ای رسول الله صلی الله علیه و سلم، ربک پروردگار تو، و ما قلاک، و بالای تو غضب هم نکرده پروردگار تو. پس این سخنایی که اینا میزنن سخنای بیدینا هست. امی قسم که روز است، ضحا هست، چاشت است. ضحا وقتی که نماز ضحا ما و شما میخوانیم بین قیلوله و بین زوال، بین ساعت 9 تا 11، این وقت ضحا هست. پس الله متعال میگه امی قسم که روشنی روز است و بعد از این شب میایه. امی قسم بعضی اوقات برای تو روشنی وحی میایه و بعضی اوقات وحی منقطع میشه. پس وقتی که وحی برای تو میایه، هم تو در رحمت الله هستی، تو را پروردگار ترک نکرده، و اگر وحی قطع هم میشه تو در رحمت الله هستی. مثل که شب و روز اردوش مربوط چی است؟ حکم الله هست. ما ودعک ربک و ما قلا وللآخرة خیر لک من الاولی. یقینا که آخرت بهتر است برای تو من الاولی، نسبت به دنیا. یعنی الله متعال بر تو آخرت اختیار کرده که در اونجا بسیار درجات و مقامای عالی بر تو داده میشه. و بعضی آمیه که آخر کار بهتر است از اول. در اول دعوت است، در آخر حاکمیت الله را تو در زمین الله تطبیق میکنی. چون رسول الله صلی الله علیه و سلم در اول دعوت میکرد، در عاجزی بودن، و در آخر قدرت سیاسی حجاز به دست کی شد؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم بود که باز اصحاب عزیز در کل قاره های دنیا بیرق توحید بلند کرد. ولسوف یعطیک ربک، و میدهد تو را پروردگارت، فترضی، باز تو راضی میشی. یعنی الله به اندازه نعمتهای خدا بر تو میده تا که راضی شوی. و بعضی از علما میگن که رسول الله صلی الله علیه و سلم تا وقت راضی نمیشه که یک امت موحدش در دوزخ باشه. سبحان الله. رسول الله صلی الله علیه و سلم تا وقت راضی نمیشه که چیز نشه که یک امتش هم موحد، یک تا پرست در دوزخ باشه. ما و شما اگر به اساس گناه های ما به دوزخ بریم، رسول الله صلی الله علیه و سلم زحمت میکشه و شفاعت میکنه تا که یک امت موحد خود هم در عذاب نگذاره. و الله متعال برش وعده کرده که لسوف یعطیک ربک، الله برات میته فترضی، باز تو راضی میشی. علم یجد که آیا نیافت را یتیمن، در حالی که تو یتیم بودی، فآوا، باز بر تو مأوا داد، جای داد، مقام داد، منزله داد تا بر رسالت. و وجدک ضالا، و تو را یافت راه گم، بیخبر. یکی گمراه هست، یکی راه گم است. گمراه کسی است که او حق میفهمه اطاعت نمیکنه. راه گم می باشه که
اما راه حق بیخبر می باشه، علم نمی داشته باشه. پس رسول الله صلی الله علیه و سلم راه گم بود، بیخبر بود، حیران بود. فهدا، پس الله متعال او را هدایت کرد با نزول قرآن و سنت. و وجدک عائلا، و یافت را ای پیغمبر صلی الله علیه و سلم عائلا محتاج، فاغنا، باز تو را غنی ساخت. آنقدر رسول الله صلی الله علیه و سلم توانگر شد و امکانات برش داده شد که رهبر دولت اسلامی شد و تمام امکانات به زیر دست رسول الله صلی الله علیه و سلم بود. فاما الیتیم فلا تقهر، پس ای رسول الله صلی الله علیه و سلم، آلی که الله متعال این سه نعمت برات داد، سه کار دیگر نکن. سه کار که باید نکنی چی هست؟ این مکلفیت دوست. فاما الیتیم فلا تقهر، بالای یتیم هیچ وقت قهر نکو، بلکه یتیما را چون خودت یتیم بودی پس این در آغوشت بگی. و هر کسی یتیم را سرپرستی میکنه مثل که رسول الله صلی الله علیه و سلم قلبش به دست آورده باشه. فاما الیتیم فلا تقهر و اما السائل، و اما سوال کننده را، مسکین غریبی که پیش تو دست سوال دراز میکنه، فلا تنهر، او را چی نکو؟ زجر نکو، توبیخ نکو. خواه سوال مادی باشه و یا سوال علمی و معنوی، اردوش شامل است. استادایی که متخصص هستن و شاگردای خود سوالشان درست جواب نمیتن، علم دارن، کتمان علم میکنن و آیات قرآن عمل نکردن. بلکه کسی که از پیشت سوال میکنه و تو یاد داری، او را باید برشان زجر نکنی، برشان حق بیان بکنی. و اما بنعمت ربک فحدث، و اما بنعمت های پروردگارت هم فحدث، سخن بگو. یعنی نعمت، بزرگترین نعمت الله قرآن و سنت است. پس از قرآن سخن بگو، از سنت رسول الله سخن بگو.